سلام دوستان، من امروز میخوام یه غذای اصیل گیلانی دیگه بهتون یاد بدم به اسم پامدار خروش که همون خورشت گوجه خودمونه، ولی این اسم روسیه. خب ما واسه این غذا یه بوته کامل سیر میخوایم که نزدیک 8 تا 10 تا دونه حب سیر میشه. معمولا چون سیر این غذا زیاده، غذا هم خوشمزه تر میشه. سیر رو پوست بکنیم و بعد میریم برای ریز ریز کردنش. با همون چاقو میتونید به این صورت فشار بدید. سیر رو اول له کنید که راحت بشه خوردش کرد. بعد ما به 7 تا 8 عدد گوجه نیاز داریم. این غذا برای 3 تا 4 نفر کافیه. اگه بیشتر یا کمتر بودین، گوجه ها رو خودتون کم و زیاد کنید. پوست گوجه رو بگیرید و بعد ریز ریزش میکنید. خب ما برای این غذا از این تابه های رویی استفاده میکنیم که غذا توش خوشمزه تر میشه. سیر رو با کمی زردچوبه بذارید 1 دقیقه سرخ بشه. بیشتر از اون نذارید که سیر میسوزه. همین 1 تا 2 دقیقه کافیه. شعله رو کم کنید. بعدش گوجه ها رو بهش اضافه کنید. خوب با هم مخلوط کنید و بعد کمی نمک و فلفل اضافه کنید. بعد از اون در تابه رو بذارید و بذارید 1 رو بپزه به این صورت. خب بعد از 1 رو یه گوشتکوب بردارید و گوجه ها رو کاملا له کنید. بعد از این دیگه نیاز نیست فعلا در تابه رو بذارید گوجه سرخ بشه. 3 تا تخم مرغ بهش بزنید و بعد از اون در تابه رو بذارید که تخم مرغ بپزه. غذاتون دیگه کم کم آماده داره میشه. نوش جانتون. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره.